متشکرم. کارگردانتون صداتون میکنه و همه گروه منتظرن که شما برید و ادامه کارتون بدید. اما اجازه بدین در آخر هدیه که از طرف خانم‌های ایرانی براتون آوردن و خانم‌هایی که مثل خود شما سخت کوش هستن رو همکارم به شما بدن. متشکرم. این هدیه ما به شماست. از هدیه شما بسیار ممنونم. من میتونم اینو الان باز کنم؟ بله بازش کنید. امیدوارم خوشتون بیاد. اینو باز کنم؟ خیلی متشکرم. متاسفم که هدیه‌ای برای شما تهیه نکردم. نه خواهش میکنم. بازم ممنونم. ممنون خانم، ممنون. این یه طرح سنتیه؟ بله. این کار یکی از شهرهای ایرانه. مخصوص کشور شماست؟ بله. کار ایرانه. چه جبه زیبایی داره. این یکی از صنایع دستی کشور ماست. کار دستی شماست، چقدر زیباست. ممنون. ایران چه چیزای زیبایی داره. گفتین این از صنایع دستی ایرانه ها؟ این خیلی قشنگه. ممنونم. من این رنگا رو خیلی دوست دارم. خیلی قشنگه. ممنون. بله. دارم بازش میکنم. وای. خوشتون اومد؟ امیدوارم که خوشتون اومد. خیلی قشنگه. وای ممنون. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. این چیه؟ پسته است. پسته است؟ خیلی خوبه. من عاشق خوردن هستم. این صحنه است که او طب سوزنی را برای بیهوشی به کار میبرد. او با کمال میل آستین را بالا میزند. حالا باید سوزن رو بزنی. یواش، درد میگیره. درد گرفت. یواش. سختی ها تازه شروع شدند. صحنه هایی با جملات طولانی. ترس از فراموش کردن جملات باعث می شوند او واقعا عصبی. 3 2 1 شروع. خواهش میکنم اینو از من نخواه. من نمیتونم این کارو بکنم. من نمیتونم اینجا یادم رفت. 3 2 1 شروع. خواهش میکنم اینو از من نخواه. من نمیتونم این کارو بکنم. من نمیتونم اینجا رو ترک کنم. خواهش میکنم. اون باید ماهی رو بیهوش کنه اما جرأت نمیکنه. شروع. آیا این بار میتواند درست عمل کند؟ خواهش میکنم اینو از من نخواه. من نمیتونم این کارو بکنم. من نمیتونم اینجا رو ترک کنم. خواهش میکنم. این نمیتواند و خنده اش میگیرد. اونجا رو نگه محکم نگه دار. تکون نمیخوره. نه ترس، بیا جلو. او سعی میکند بر ترسش غلبه کند اما هنوز میترسد. بیا نگهش دار. بیا نگه دار. نگهش دار. تکون نخور. اینجا رو نگه دار. بیا جلو. همینجا رو. نبرد 1 ساعته بین ماهی و یانگوم به نفع یانگوم تمام شد. تو با این ترس که نمیتونی به اون سوزن بزنی. ترجیح میدم یه جمله طولانی بگم. من در این مورد مشکل زیادی ندارم. شروع. نبرد 1 ساعته بین ماهی و یانگوم به نفع یانگوم تمام شد. به نظر من این شجاعت امپراتور بود که گذشت کرد، چون همونطور که میدونیم اون طوری بزرگ شده بود که هرچی میخواست باید به دست می آورد، ولی اجازه داد یانگوم بره. مردم از من میپرسن که پشیمان هستم یا نه.
پشیمون نیستم. من فکر میکنم با مینجانگو خوشبخت‌تره. من فکر میکنم زندگی با یه مرد قدرتمند مشکلات زیادی داره که من ترجیح میدم زندگی ساده‌ای داشته باشم. این لحظه صحنه‌های زیادی باید ضبط شود. او به جای استراحت جملات خود را حفظ می کند. ناگهان باران شروع می شود. اگر زمان ضبط باران ببارد، ضبط برنامه متوقف می شود. همه چی به هم ریخت. پس از 1 ساعت هنوز باران می بارد. بنابراین صحنه دزدیده شدن یانگوم به دستور عالی جناب ابتدا ضبط می شود. ولی من نمیتونم. کات. فیلم برداری در طول شب ادامه می یابد. باران هم همچنان ادامه داد. امروز روزی است که یانگوم به صورت یانگوم در می آید و این روزی بزرگ است. آراستن موی او بیش از معمول طول می کشد. آرزو داشتم این لباس رو بپوشم. مدت زیادی لباس معمولی پوشیدم. خیلی خوشحالم. او به خاطر لباس خود در برابر شینبی خودستایی می کند. در تمام طول مدت ضبط متوجه لباسش است. با وجود کار زیاد شب پیش، روز بعد ضبط ادامه دارد. یانگوم مثل همیشه حاضر است. اینطورم نیست که من هیچ وقت مریض نشم. مگه از آهن نیستم. موضوع اینه که من همیشه مراقب خودم هستم. پیشگیری از درمان بهتره. این جمله ایه که یانگوم بعد از تبعید مینجانگو میگه. من میخوام یه سوال ازتون بپرسم. سریال جواهری در قصد چقدر در ایران شما معروف است؟ اگر که در صفحه گوگل در اینترنت کلمه یانگوم رو سرچ بکنید و اسم خودتون رو به فارسی، در فارسی بیش از 52,000 مقاله درباره شما. فکر میکنم دیگه توضیح بیشتری نیاز نداره. به خاطر اینکه خانم‌های ایرانی خودشون مثل شخصیت یانگوم خیلی سخت کوش و پرتلاش هستن، برای همین شخصیت شما رو در مجموعه تلویزیونی خیلی دوست داشتن. من شنیده بودم مردم ایران خیلی خوب و خونگرم هستن و حالا فهمیدم که ایرانی‌ها دوست و همسایه ما و دقیقاً مثل ما هستن. از این به بعد هر وقت بازی فوتبال ایرانی‌ها رو تماشا کنم بیشتر از قبل از تیم ایران حمایت می‌کنم. ممنون. خداحافظ.